سلام و احترامات. یک بار دیگر امان احمدزی در خدمت هموطنان گرامی با بوج و کمپیت خید و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما درس 24 می باشد که موضوع درس است لزنیم دومیستیک یا پیرس. امروز ما شما درس میخوانیم و یا موضوعی را یاد میگیریم که درباره حیوانات خانگی بحث میکند. درست است؟ پس بیاین که آغاز کنیم. در نخست دوستا شما قسمی که فهرست میبینین، در فهرست درس ما شما روان است و به خیر در اخیر رسیده. انشاءالله یک درس دیگه باقی است. بعدا باز همراه دوستا مشوره میکنیم. اگر شما خوش داشتین که میخواستین ادامه بدین پیش بریم، باز درس ادوره به شما میخوایم جور کنیم یا آماده میسازیم که زیادتر موضوعات گرامری است و بله زیاد موضوعات گرامری است. و در عین وقت دوستا اگر به چینل نو هستین سابسکرایب کنین تا که از درس های بعدی نمانین، و اگر دوستای همیشگی هستین همراه هموطنای ما درس ها را همیشه کمک کنین، کوشش کنین که شیر کنین که همه هموطنای ما مستقل شوند. درست است؟ دیگه درس آغاز میکنیم دوستا. خب در این سلاید نخست که ما شما چیزی را میبینیم نوشته شده که لزنیمو دومیستیک. لزنیمو یعنی حیوانات، دومیستیکم خانگی. درست است؟ اگر حیوان وحشی می باشه او را لزنیمو سواژ میگه، سواژ. پس این خانگی استک دومیستیک. در انگلیسی برش پیتس میگه، پیتس. خب بازم دوستا دبیتیود چیزی که ما شما میخوانیم کوشش میکنیم که زیادتر پروفشنال باشه. همیشه کدام چیزایی یا کدام گپه که شما ببخشید در فرانسوی صحبت میکنین، همیشه هر لغت هر کلمه مؤنث مذکر داره، خودتان بهتر میدانین. حاله پس تمام نام ها که اینجا بر شما گرفته شده همهش چی است؟ یا مؤنث است یا مذکر. اگر زمان مذکر می باشه به رنگ آبی نشان داده میشه و اگر مؤنث می باشه به رنگ گلابی. درست است؟ خب دوستا اسم اول که اینجا گرفته شده گرفته شده او چی است؟ شیه. اشیه. اشیه. کدام دوستای ما که نو است میخواد که تکرار کنه همراه ما تکرار میتونه. درست است؟ شیه چی مانا؟ داگ، یک سگ. پشک چی میگه؟ اشه. ای شیه، ای شه، شه. اشه، اشه. اکت یک گربه یا یک پشک. درست است؟ الپا، الپا، الپا. لپا دوستا چی را میگه؟ رابرت، رابرت. رابرت یک خرگوش. کدام اسمی که شما میبینید ببینید این مؤنث است کاله. اون تختیو، اون تختیو، اون تختیو. در انگلیسی برش a turtle یک سنگ پشت، سنگ پشت. امستر، امستر، امستر. در انگلیسی برش چی میگه؟ همستر. همستر دوستا یک همستر نوع موش است. با شما اینجا تصویرش گرفته ببینین در قفل دست کدام خانم است یا هر کسی که است. این یک نوع موش است که به مانند حیوان خانگی در خانه ها مردم نگهداری میکنه. پس این میره چی میگه؟ همستر. بعدیش که است اپواسون روژ، اپواسون روژ، ا گولد فیش، یک ماهی سرخ. البته ماهی شما اگر متوجه شده باشین رنگارنگ است، هر رقم است. بعضی از مردم ها رنگای سرخش خوش دارن نگاه میکنه میگه ماهی طلایی است. پس همین ماهی سرخ چی میگه؟ پواسون روژ. اون سوری، اون سوری، اون سوری. ا ماوس یک موش. ا کانری، ا ببخشین ا کنغی، ا کنغی، ا کنغی. در انگلیسی باشه میگه ا کنری، یک قناری یا یک کنری.
البته از ما در وقت تایپینگ اشتباه شده، کاف به جای کاف قاف نوشته شده. خب به هر صورت دوستا، یک کنری، کنری را خود دوستا کلتون میفهمین که در وطن ما شما و بسیار رایج است که مردم نگه میکند و اما کدام خواندن که میخوانه مردم شایقینش است نه. او اپیروکه، 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 اپارت، اپارت، یک توتی، یک توتی. دوستا این کدام اسما یا کدام نام حیوانات را که شما خواندین، این همهش حیوانات است که مردم در خانه های خود نگاه میکنه این حیوانات. درست است؟ به خاطر شوق. در این اسلاید دوستا شما چیزی را که میبینین، لزنیمو دیلا فارم، لزنیمو دیلا فارم، فارم انیمالز، حیوانات مزرعه. این حیوانات از دوستا که در کجا نگهداری میشه؟ در فارما نگهداری میشه. به معنای ازی است که در فارم نگهداری میکنه، از یا بعضی ها از گوشت استفاده میکنه، از پوستش استفاده میکنه، از پشم استفاده میکنه و غیره و غیره. درست است؟ خب در نخست که نام گرفته شده چی است؟ ابوک، ابوک، ابوک. به انگلیسی باز چی میگه؟ بیلی گوت، بز نر. درست است؟ البته با معذرت چیزی که از دیگه. خب انگلیه، انگلیه، انگلیه. انگلیه دوستا چی میگن؟ بور، بور، خوک وحشی را. دو رقم خوک هست، یک خوک هست که در فارم نگهداری میکنه، یک رقم خوک های هست که در وحش زندگی میکنه. البته اینجا خود تمامش نام های گفته شده که باید در فارم باشه، خب این را در کاتگوری آمده. خب هر صورت توغو، توغو، توغو. توغو دوستا بول میگه، بول، گاو نر. درست است؟ گاو نر. البته اگر شما بعضی اوقات امو کدام نوشابه را که شما نوش جان میکنین به نام رد بول. درست است؟ امو گاونر. با فرانسوی برای گاونر چی میگه؟ توغو، توغو. اون پول، اون پول، اون پول. چکن و یا هن. این دوستا چی هستک؟ مرغ هستک، مرغ. بعضی اوقات میگه که لویند پولی. درست است؟ از این گرفته شده. اون وش، اون وش، اون وش. کاو. البته یک این اضافه شده، خب بر صورتش این نیست، کاو. درست است؟ یک گاو. نن، انن، انن، نن. دونکی. این خر است. کناغ، کناغ، کناغ. دک، مرغابی. اون بغیبی، اون بغیبی، اون بغیبی. ایو، ایو. میش است دوستا. ببینین البته بعضی نام هاست، بعضی چیز هاست دوستای گرامی که ما شما در زبان خود داریم میکنیم، در دیگه زبان ها نیز است. ولی به طور معمول ما شما اما یک نام عمومی یاد میگیرین. مثلا گوسفند میگه چی؟ میگه شیپ میگه نه. ولی اگر بخواین که نرش مادهش به معنای مؤنث مذکر شاید بگیرین، باز فرق میکنه. پس به اینجا ایو چی نمیگه؟ میش میگه. میش او جنس گوسفند میگوید که چوچه میت. البته درست است، یعنی جنس مؤنثش. درسته دوستا؟ خب اون تخوی، اون تخوی، اون تخوی. فیمیل پیک، فیمیل پیک. خوک ماده یا خنزیر ماده. درست است؟ اون شفر، اون شفر، اون شفر. گوت، گوت، باز. ببینین اینجا بوک بود، اینجا شفر. درست است؟ پس بوک اونجا نظر به مؤنث مذکر اونجا که بوده یک بز نر بوده و اینجا بز است که شیر میده. درست است؟ به قسم اشوال، اشوال، اشوال. هورس، اسب. آنیو، آنیو.
آنیو. لمب. لمب. بره. درست است دوستا؟ گوشت بره یا بره. البته بره میگیم که زیادتر اوقات برای گوشت بره هم استفاده میشه. بعضی اوقات اگر بعضی جایها متوجه شده باشین در روشن یا در لیدل، در یگان جای که سودا خریداری میکنین، دمو ingredients نوشته می باشه که آنیو. اینمی آنیو که نوشته بود به معنی ازی است که گوشت چی داره؟ گوشت بره داره. درست است؟ خدا کنه که به این معنا یا به این موضوع فهمیده باشین. اسم بعدی که است که اون جو. اون جومو. اون جومو. اون جومو. جومو دوستا چی رو میگه؟ مر. به انگلیسی برش مر میگه. مادیان. البته دوستای گرامی، خود چیزایی هست که ما شما در روزمره میخوانیم و استفاده میکنیم و همه چیزایی هست که ضروری است که بفهمین. مادیان کدام اسب میگه دوستا؟ یکی اسب نر است، یکی اسب ماده است. اما کدام اسب که جنس مؤنث داره او را مادیان میگه. خب این را باید داشته باشین. خب بوف. 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 به انگلیسی چی میگه؟ آکس. گاو نر. گاو نر. اینا بعضی دوستا خود گفته که ای بوف و توغو چی فرق داره؟ بوف که هستک دوستای گرامی ای گاو هستک، گاو نری هستک که خسی می شود. خب و توغو که هستک گاو نری هستک که میتونه نسل گیری کنه. خدا کنه به این موضوع فهمیده باشین. به یک قسم کوشون. 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 پیک. ای هم خوک. پونی. 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 پونی دوستا چی میگه؟ اسب کوتاه و کوچک. این اسبایی هست که اگر دوستای ما شما متوجه شده باشین که در پاریس بعضی فارماست که شما میرین در اونجا میبینین که مردم ها برای اولادای خود یا به اطفال خود اسب دوانی رو یاد میده و در اونجا شما دو قسم اسب میبینین. یکی اسبایی هست که اسبای نرمال است که شما در زندگی روزمره دیدین. یک قسم اسبکایی هست که خورترک است که نه به اندازه خر است، نه به اندازه اسب است. اما تو خورترک مانده ولی وام اسب است، نسل اسب است. او را چی میگه؟ او را پونی میگه. درست است؟ اسبای کوتاه. الاپا. 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 رابرت. این هم خرگوش است. البته قبلا هم خواندیم در اسلاید گذاشته دیگه. خرگوش است. ابیلیه. 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 رام. رام دوستا چی را میگه؟ قاچه میگه. درست است؟ قاچ. ببینین پیشتر ما شما یکی چی را خوندیم؟ بغیبی و اینجا بلیه. پس بین فرق از این دو تا چی هسته که ای بغیبی که بودک میش یعنی ماده بودک. درست است؟ ای بلیه که هستک ای قاچ هستک. قاچ به معنی ازی هستک به خاطر نسل گیری است پیش استفاده میتونن. درست است؟ به یک قسم اکوک. 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 روستر. خروس. درست است؟ خروس است دوستا. اموتو. 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 شیپ. گوسفند. اونده. 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 ترکی. فیل مرغ. خب دوستا در این اسلاید با شما چی را میخوانیم؟ لزنیمو دیلفوقه. لزنیمو حیوانات دیلفوقه جنگل. فورست انیمال. خب در سطر اول که ما شما چی را میخوانیم چی است؟ اون شوف سوقی. اون شوف سوقی. اون شوف سوقی. به انگلیسی چی میگش؟ بات. شاپرک چرمی. شاپرک چرمی. اوکس. 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 بیر. خرس. خرس خو میفهمین دوستا گرامی دیگه. خرس است.
اسق 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 دیر آهو. درست است. اغناغ 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 فاکس. فاکس چی رو میگه دوستا؟ روبا. روبا. خب الیفخ 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 چی مانا به انگلیسی؟ هر. این هم خرگوش است، ولی خرگوش چی؟ خرگوش صحرایی. درست است. یعنی خرگوش ما شما چی خواندیم چی بودک؟ اللپا. اسوغی 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 ماوس. این هم موش. اغاتون لیویر اغاتون لیویر اغاتون لیویر چی است؟ راکون. راکون دوستای گرامی این یک قسم حیوان است که فکر کنین که 4 برابر خود خرگوش 4 برابر کلان کنین به این اندازه و صحرایی است. رنگای مختلف داشته می باشه، خو ابلق می باشه، زیادتر سیاه و سفید می باشه. بعضی اوقات اگر در مقابلتون روبرو شوه یا در جاهای جنگلی باشین سرتان حمله میکنه دیگه، او را راکون میگه. درست است. اغا 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 به انگلیسی چی میگش؟ رات. موش صحرایی. ببینین یکی سوقی بود یکی غ بود. حالا دوستای گرامی به طور زبان عامیانه شما را بگویم که موش سوقی که هستک موش های هستک مثلا در خانه هم هستک، در بیرون هم هستک، در جنگل هم هستک، در هر جا هستک موش عادی است. درست است. و زمانی که غ دوستا کدام موش را میگه؟ اگر در شما یادتان داشته باشین یا از بزرگوار مادرهایتان یا پدرهایتان شنیده باشین که میگه کورموش. اونمو کورموش چی میگه؟ اونمو را غ میگه. زیادتر کدام دوستای ما که دهقانی کرده باشه ای در کردا میره مثلا بیرونی میکنه، کردا رو سلاخ میکنه، زمانی که او بیاری میکنن او از اونجا رد میشه به دیگه کردا میرود. اونمو تخریب کی است؟ تخریب غس، یعنی موش صحرایی یا کورموش است. درست است. خب دیگه کسک ایک خوی ایک خوی ایک خوی. یک خوی دوستا به انگلیسی چی میگه؟ سکرل. سکرل موش خورما یا سنجاب. موش خورما دوستا کدام موشا رو میگه که شما دیده باشین در درختها زیاد میباشه، اما دم به ببر داره مثل روبا واره. درست است. اونمو موشکا را یک خوی میگم. اللب لوب. ببخشید اللوب. اللوب اللوب چی است؟ ولف. ولف گرگ. درست است. حالا ما شما چیزی که میبینیم در اسلاید او چی هستک؟ لزنیمو دلمغ. لزنیمو دلمغ حیوانات بحر. سی animals. خب در جدول نام اول که گرفته شده چی هستک؟ اپواسون شه. اپواسون شه. اپواسون شه کتفش یک نوع ماهی هستک به نام گربه ماهی یا پشک ماهی. قدرت خداوند پاک هستک در هر جای هر قسم حیوانات آفریده. در بین آبم که شما ببینین رنگ مخلوق هستک. باز سر هر کدام از او هم کدام اشخاصی که مثلا در بحر کار میکند و یا در جنگل کار میکند، اما هر حیوانی که نو پیدا میشه بالای از یک نام میمونه. پس فکر کنین که نام از این ماهی را چی مانده؟ پشک ماهی به قسم. البته به زبان عامیانه بگویم میتونه نه. خب اسم بعدی که هست چی هست؟ کخب. کخب کخب به انگلیسی برش کراب میگن، ما شما خارچنگ میگیم. خارچنگ. ادولفه. ادولفه ادولفه در انگلیسی برش دلفین میگه و ما شما هم برش دلفین میگیم، نام خاص نداریم. درست است. اگر شما باز کدام نام دیگه داشتین بر ما مهربانی کنید بگوین که ما یاد بگیریم. خب اون اونگی. اون اونگی. اون اونگی. اونگی دوستا چی رو میگه؟ ایل. ایل.
مارماهی. مارماهی. این مارماهی دوستا چه قسم ماهی هستک؟ ماهی های هستک که به طور مار هستک. ماهی استک ولی مار وار استک. دراز دراز استک. شاید بعضی اوقات شما در فیسبوک و در یوتیوب و در بعضی جایا ویدیوهاش دیده باشین. طولانی طولانی مارهاست، ماهی هستک ولی به نام مارماهی یاد می شود. درست است؟ کدام نام دیگر که ما شما میخوانید چی هستک؟ اپواسون. 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 فش. ماهی. اون میدوز. اون میدوز. اون میدوز. جلی فش. این هم یک نوع ماهی است به نام جلی فش. دیگه دوستا جلی فش که است یک رقم ماهی است که اگر فکر میکنم که کمک ور زلال کنون هم است. بعضی دوست ها اگر در لب بحرا یا مثلا در بیچ ها رفته باشین و بعضی جای هایتان اگر بخوره مثلا خارشت بسیار شدید پیدا میکنه و نموره میدوس میگه، جلی فش میگه. درسته دوستا؟ ا اومر. ا اومر. ا اومر. لوبستر. لوبستر. لوبستر دوستا هم خارچنگ است ولی فرقش این است دوستا که این خب این خارچنگ عام است و لوبستر که است یک کمک ور فرق داره. البته پنجال هایش و سرش تقریبا مانند خارچنگ است ولی در قسمت بعدی بدنش مثلا دنبش جایش طولانی تر است. دیگه پوستش عین خارچنگ است. دیگه بازم دوستای گرامی بعضی اوقات اگه بعضی نام ها رو نمیفهمین یا ما به شما صحیح توضیح دادن نمیتونیم، شما مهربانی کنین نام بگیرین کاپی کنین. البته شما میتونین که پی دی اف از این درس ها رو دانلود کنین. نام کاپی کنین در گوگل بردین و عکسش ببینین. درست است؟ این قسم دیگه این لوبستر اونمو نوع خارچنگ است که به نوع دیگه است این قسم. درست است دوستا؟ خب نام بعدی که است اون پیوغی. اون پیوغی. اون پیوغی چی است؟ اکتوپوس. اکتوپوس در انگلیسی میگه و ما شما برش اکتوپوس میگیم. اگر کدام نام دیگه شما داشتین دوستا میتونید که در کامنت همراه ما شیر کنین، ما یاد بگیریم. دیگه است امشو. امشو. امشو چی است دوستا؟ مشو پنگوین. دیگه پنگوین خب میفهمین که پنگوین یک مقبول حیوانات اکای است که در بحر زندگی میکنه. خب اسومو. اسومو. اسومو چی است؟ سلمون. این ماهی سلمون است. اون سندغی. ببخشید اون سغدین. اون سغدین. اون سغدین. سردین میگه به انگلیسی. این هم یک نوع ماهی است به نام سردین. اسم بعدی که است اون لیو د مر. اون لیو د مر. الیو د مر. سی لاین. شیر دریایی. ببینید دوستا قبلا به شما گفتم که در دریا، در جنگل، در هر جای خداوند پاک مخلوقش است و اینمی یک نوع حیوان است که به نام شیر دریایی است. اینال اگر شما میفهمه که حتما در فکر رفتین که آیا این شیر دریایی چه قسم باشه، نامش کاپی کنین در گوگل پرتین میفهمین، در آینده میشناسین که چه قسم چی است. اغوکا. 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 اغوکا دوستا چی نمیگه؟ شارک. شارک. درست است. و نام آخری که داریم که چی است؟ اون بلین. اون بلین. اون بلین انگلیسی چی میگه؟ وایل. نهنگ. نهنگ. دیگه نهنگ دوستا بعضی چیز هست که ضرورت نیست که به شما بار او را تشریح کنیم، خودتان میدانین. درست است. حالا دوستا در این سلاید چیزی را که شما میخوانین او گفته شده که لزنیمو دوزو. لزنیمو دوزو حیوانات باغ وحش.
به انگلیسی چی میگه؟ زو انیمالز. اسم اولی که هستک چی هستک؟ اشمو. 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 به انگلیسی چی میگه؟ کامل. دومی ا گپر. ا گپر. ا گپر. چیتا. این هم پلنگ. ا الفا. ا الفا. ا الفا. به انگلیسی برش چی میگه؟ elephant. فیل. اگران پاندا. اگران پاندا. اگران پاندا. گرند پاندا یا پاندای بزرگ. درست است؟ اون ژیراف. اون ژیراف. اون ژیراف. در انگلیسی برش چی میگه؟ ژیراف. ما شما برش زرافه میگیم. نام بعدی که هست او اپوپوتام. 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 به انگلیسی برش چی میگه؟ هپوتاموس. هپوتاموس. اسب آبی. اسب آبی. این دوستای رقم حیوانات هستک بسیار بزرگ بزرگ، بسیار چاق چاق. تقریبا اگر ساختمان بدنش قسم خلاصه براتون بگم مانند فیل هستک، بسیار لشم هستک و دانایشون بسیار بزرگ بزرگ هستک. به خاطر از اینکه بهتر بفهمین همین نامش بگیرین در گوگل پرتین دیگه انشالله خودتان میفهمین که چی است. ها بعد از او چی هستک؟ جگوار. 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 به انگلیسی چی میگه؟ جگوار. پلنگ جگوار. پلنگ جگوار. خب کنگورو. 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 به انگلیسی چی میگه؟ کانگرو. ما شما هم برش کانگرو میگیم. لیو. 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 انگلیسی برش چی میگه؟ لاین. شیر نر. ساژ. 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 مونکی. میمون یا شادی. درست است؟ پاندا. 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 پاندا دوستا به انگلیسی پاندا است که ما شما برش پاندا میگوییم. درست است؟ پاندا دوستا ای هم یک نوع خرس است فکر میکنم. درست است؟ فکر یک نوع خرس است پاندا. اون پنتر. اون پنتر. اون پنتر. پنتر. این دوستا پنتر هم پلنگ است. اینا باز دوستای ما خواهد گفته که چند نوع پلنگ داریم. ببینید دوستا مثل که قبلا براتون گفتیم که از هر حیوان چندین نوع می باشه نه؟ پس ببینید یک دمی سلاید ما شما چند نوع پلنگ خواندیم. یکی گپر خواندیم. درست است؟ پلنگ که در انگلیسی برش چیتا میگه. دیگه کدام پلنگ خواندیم؟ پلنگ بعدی که بودک جگوار بودک. درست است؟ جگوار هم یک نوع پلنگ است و حالا پنتر خواندیم. پنتر. پنتر که هست دوستا این هم یک نوع پلنگ است. اینا اگه میخواین که فرقش بفهمین و بهتر بفهمین چی میکنین؟ نامش بگیرین در گوگل پرتین و شکلش ببینین. بعض دوستا خود گفت خیلی فایده از درس ها چی هستک؟ درست است؟ در عین زمان البته خودم سوال براتون میکنم که پس دوباره خودتان کمک کنه فکرتان وسیع تر شوه و خوب بهتر بفهمین. ببینین دوستا شما زمانی که اینی اسما را میفهمین یا یاد میگیرین، مثلا حیوانات زوره یا حیوانات وحش سوفش یا مثلا حیواناتی که در فارم هستک یا حیواناتی که در خانه دارین. درست است؟ اینا همش کاربرد داره. به طور مثال شما در کوچه مثلا یا یک حیوان را میبینین که خانگی است، یا به طور مثال فکر کنین که شما یک جای میرین گوشت میخرین، اما نام حیوان که یاد نداشته باشین پس گفته نمیتونین. درست است؟ یا مثلا گوشت ماهی میخرین، یا بعضی اوقات شما غذای تیار میخرین که در بین از او یا گوشت ماهی است یا گوشت به طور مثال گوشت بره است یا گوشت
گاو هستک یا هر چیزی که هستک، درست است. پس اینمی چیزها براتون اونجا فایده میکنه که بفهمین. و یا مثلا شما بعضی اوقات اینی نام‌ها را که یاد میگیرین، اینا در کجا به درد شما میخوره. فکر کنین که شما در مقابل فیسبوک رشتین یگان ویدیو رسایل دارین، یک ویدیو وحشی آمد شما خوشش آمد سیل میکنین، در اونجا گفته شد مثلا ساج، شما نمیفهمین که ساج چی را میگه، درست است. زمانی که یاد بگیرین ساج به معنای میمون یا شادی، شما از دیدن از او ویدیو لذت میبرین، میفهمین که امید باره چی گپ میزنه، درست است به این قسم. خب اورس پولر، اورس پولر، پولر بیر، این خرس قطبی است. خرس قطبی دوستا خرسایی است که در قطب زندگی میکنه، در هوای سرد که زیاد سرد است. بعدی که است اینجا چی است؟ غینوسوروس، غینوسوروس، غینوسوروس. انگلیسی برش راینوسورس میگه. گرگدون، گرگدن یا گرگدون. این گرگدن دوستا امو کدام حیوانی هست که یک دانه شاخ بالای بینی خود داره. دیگه باقی مانده اگر نفهمیدین بازم در گوگل سرچ کنین. چیزی که حالا میخوانیم او گفته شده که اتیک، 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 تایگر، ببر، ببر. و در اخیر که ما شما داریم یک زبر، 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 زبرا، گورخر. چی؟ گورخر. خب دوستا در این سلاید که چیز شما یاد میگیرین او چی هست؟ رپتیل. به انگلیسی برش هم رپتایلز میگن و ما شما برش چی میگیم؟ خزنده یا خزندگان، درست است. خب اولین چیزی که ما شما میخوانیم او چی هست؟ الیگاتور، الیگاتور. در انگلیسی برش هم الیگاتور میگه. این یک نوع تمساس است، درست است. یک نوع تمساس. اون کروکودیل، اون کروکودیل، اون کروکودیل، اون کروکودیل. کروکودیل تمساه. هر دویش تمساس است، یکیش به نام الیگاتور مشهور است، یکی دیگه به نام کروکودیل. خب اون گرونه، اون گرونه، اون گرونه. فراک، بقه. و ایرانی ها برش چی میگه؟ قورباغچه، قورباغه را چیز میگه شکل. البته ما از گوگل برای این معنای بعدیش گرفتیم براتون، درست است. لزاق، لیزاق، لیزاق. لزرد، مارمولک یا چلپاسه. مارمولک هم یک بسیار کارتونی جالب هم داره، اگه دوستا دیده باشین. مرا خوش اومد واقعیتش. دیگه اونم رو چی میگه؟ لزاق. سخبا، سخبا، سخبا. سنک، مار، درست است. و در اخیر که داریم یک اون تخچو، اون تخچو. تورتل، سنگ پشت یا لاک پشت. پس ای همهش در کتگوری چی میه؟ در کتگوری خزنده ها میه. و در این سلاید که شما چیز را میخوانین او چی هست؟ insects، insects. و در انگلیسی هم insects گفته میشه که ما شما حشرات میگیمش، درست است. در نخست ما شما ایره میخوانیم که اون فوقمی، اون فوقمی، اون فوقمی. انت، مرچه، درست است. اون ابی، اون ابی، اون ابی، اون ابی. بی، زنبور اصل چی میگه؟ ابی، درسته دوستا. خب بعدیش که هست پاپیون، پاپیون، پاپیون. باترفلای، شاپرک یا پروانه. شاپرک زیادتر البته، پروانه بعضی خبرش نام معمول شاپرک است. یا شاپرک دیگه چی تشریح گفته نمیتونیم دیگه. خب اون شینه، اون شینه، اون شینه. کترپلر،
کرم ابریشم. کرم ابریشم. بدنش کفاق. 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 کوکروچ. مادر کیک یا سوسک. البته مادر کیکش مشهور است. مادر کیک دوستا میفهمین زمانی که هوا گرم میشه در آشپزخانه و در تشنابا و در بعض جای پیدا میشه. اونمور چی میگه؟ کفاق. کفاق. اون لیبلول. اون لیبلول. اون لیبلول. dragonfly. dragonfly. سنجاقک. سنجاقک. البته دوستا ما شما از نگاه زبان بسیار غریب بیچاره هستیم دیگه. بعضی نام ها را البته از حساب فارسی میگیریم یعنی حساب زبان ایرانی میگیریم. درست است؟ خب اون موش. اون موش. اون موش. فلای. مگس. مگس. مستیک. 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 ماسکیتو. پشه. پشه. پاپیون دینوی. پاپیون دینوی. موت. پروانه. البته این پروانه های است که طرف شو روشنی میتنه و امو یک نوش است. اون اغنیه. اون اغنیه. اون اغنیه. سپایدر. عنکبوت. عنکبوت البته ما شما کم حساب لوکس و مؤدبانه میگیم و اگر در زبان عامیانه بگوییم جولا. درست است؟ جولا. اویغ. اویغ. ورم. کرم. و در آخر که است که یک اسم بسیار جالب به شما گرفتیم کوچی است. لیپو. 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 لایس. لایس. شپش. شپش. دیگه دوستای گرامی فکر میکنم که درس ما شما اینجا به پایان رسید. بله باز هم به یاد داشته باشین که درس همیشه لینکش در پایین در دیسکریپشن موجود می باشه. شما میتونید دانلود کنین و استفاده کنین از پیشش و در عین زمان اینی بعضی سایت های هست که شما میتونید که از اینها استفاده کنید درباره حیوانات و من فکر نکنم به خاطر که اما گفته بعض مردم این معلومات بر شما ما تهیه کردیم که انشاءالله با این ضرورت پیدا نمیکنین. بازم به هر صورت شما را به خدای یکتا و مهربان میسپرم تا درس بعدی را خدا نگهدارتان.